درود بینندگان نکته سنج. مردم سرملت دیار بهشت آسایمان ازبکستان امروزها با شاد و خرمی با یک دلگرمی زندگی را پیش میبرند. کارهای بازسازی و بنیادکاری و آبادی از پایتخت آغاز گشته در تمام شهر و ناحیه و کوهپایه ها ادامه دارد. علل خصوص بخارای شریف باز هم زیباتر و دلاراتر گشته است. ما امروز در ازبکستان نو در دولت اجتماعی، دنیوی، حقوقی زندگی داریم. البته هر یک انسان قدر کرده می شود. برای آبادانی کشور، برای آبادانی شهر و ولایت ها، برای آبادانی ریسپوبلیکمان، کشورمان خیلی اعتبار داده شده است. حقیقتا در زمان امروزه علل خصوص در ازبکستان نو تماما گوشه و کنارها یک رنگ دیگر گرفت. در هر یک شهر و دیهات در کشور بیناهای آسمانبوس، بیناهای سرآشیان که بنیاد کرده شد که از این همه خرسند است. تمام مردم با جای استقامتگاه تامین کرده شد و تامین کرده شده ایستاده است. از این تمام مردم ما خرسند است و خوشبختانه زندگی دارند. همین گونه سیاست در بخارا هم در عمل است. بخارای شریف در حقیقت حال شهری فرهنگ و هنر، علم و دانش، عنعنه‌های ناتکرار است. نمایندگان ملت‌های گوناگون دست جمعانه و همجهت، اهل و اتفاق عمر بسر میبرند. مرکزهای ملی مدنی ملت‌های گوناگون مسکون بخارا در فعالیت خود زبان، عرف و عادت، قدرت‌های ملیشان را پاس می‌دارند و ترغیب می‌نمایند. معلوم است که بخارا از قدیم مرکز علم و هنر است. در اینجا تمدن علم معرفت از قدیم اینجا قرار یافتگی و همین قطار به اینجا بسیار خلقا با نزدیک و همسایه شده با همدیگر را فهمیده استقامت کرده گشتیم. خصوصا خلق ازبک تاجیک عنعنه‌هاشان، آنهای مراسم‌هاشان، جمعی که عادت‌ها همش با یکدیگر نزدیک است. خصوصا ملی مرکزی تاجیک فارس آفتاب سغدیان بر اینجا این مرکز به اطرافش صنعتکاران، تاریخچه‌ها، هنرمندا به نزدیکی همکاری کرده این خرسندی را این در ازبکستان ما شدشتگی جشن خرسندی را همیشه با نزدیکی جمع شده نمایش میکنند. مرکزی تاجیک فارس از 1994 سال گشاده شدگی و اینجا تاجیکان و بخارای مراسماشان خلقی عرف عادت‌های در اینجا ترغیب کرده گشتیم. به همین قطار بخارا مرکزی سیاحی هست. اینجا بسیار کاروان‌ها می آمدن از اول. اینجا سودای و دیگر کارهای تدبیرکارانه می شد و حاضر هم اینجا سیاح‌ها بسیار تشریف نموده بخارای صنعت پشمند بهره‌مند شده گشتند. بخارا با مدرسه های قدیمه و بناهای بلند آشیانه زمانوی به نظر باز هم قشنگتر می‌تابد. دستاورد هنرمندان به همتایش نه فقط دقت سیاحان خارجی و حتی وطنی را هم مفتون می‌سازد. وقتی که امروز ما به بخارا قدم می‌نهیم و یا به بخارا می‌آییم، البته می‌بینیم که در این بخارا چندین بیناهای نو بنیاد گردیده است. این بیناهای بنیاد کردن نه فقط یک آشیان بلکه با آشیان‌های چندین آشیان‌های بلند من همینطور قد رفت کرده است. گرد اطراف خیلی خوشمنظر، گرد اطراف خیلی من همین خیلی یک بهره آور که همه خرسند می شود. حقیقتا بخارا تاریخ خود را دارد. تاریخ بخارا رفته به همون دولتداری سامانیان، دوره دولتداری سامانیان و دیگر دولتداری ها رفته علاقمند می گردد.
امروز من همین با تشبس محترم پرزیدنت این مقبره سامانیان از نو تعمیر گشت، خیلی آباد شد، گرد و اطراف آن با چندین منظره های زیبا با شناندن درخت های خوشمنظر آباد کرده شد. هر یک سیاحی که هر یک توریستی که در آنجا می آید می بیند حقیقتا بخارا با این مقبره سامانیان تاریخ خود را دارد و جایهای استراحتگاه را دارد و به واسطه وقتی که در آنجا آمد با یک خیال و تصور هم به تاریخ سیاحت میکند و تاریخ را که حس کرد از آنجا دوستی و برادری خلقها را باز قلباً حس میکند. خوشبختانه نام دیارمان ازبکستان را برابر ورزشکران، عالمان، شاعران، هنرمندانمان هم به عالمیان آشنا می سازند. دستاوردهای هنرمندان در نمایش‌های بین‌المللی، فستیوال‌های مدنی و فرهنگی به نمایش گذاشته شده از طرف تشکیلات‌های بانفوذ اعتراف گشته صاحب شاه جایزه ها گشتند که ما با این فخر و افتخار میکنیم. از مقبره سامانیان سوی که ارک بخارا می آید و ارک امروز هم یک شکوه و شهامتی بلند دارد که باز آدم خرسند میشه و امروز در صحن ارک چندین چاره‌بینی‌های بین‌الخلقی برگزار می‌گردد. از کشورهای آسیای مرکزی و دیگر کشورها چندین سیاحان، مهمانان عالی جناب در آنجا می آیند. هم خرسند میشوند، دیدن با چشم خود دیدن که حقیقتاً مردم بخارا مسکن‌های تاریخی را نگه می‌دارد و با حرمت و احترام به اجدادان، گذشتگان جاهای تاریخی حرمت می‌کنند، احترام می‌کنند. در ارک بخارا وقتی که داخل میشه در آنجا دوره‌های تاریخی رو می‌بینید، همون زیست و زندگانی که همون در احاطه کرده شده است همون درها رو می‌بینید. صحن ارک بخارا شب و روز با مردم پر است. مردم همونجا سیر میکنند، همونجا بین همدیگر صحبت میکنند و از سیاست امروزه بوده ایستاده همون رهبر پرزیدنت هم مردم که خرسند میگردند. امروز نه فقط ارک بخارا بلکه دیگر مدرسه ها هم که آباد باشد و آن با اصلیت نگه داشته شود با همون اعتبار میکنند. من مدرسه میر عرب یا مدرسه کوکلداش، مدرسه نادر بیگیم، چندین دیگر مدرسه ها هست که در آنجا پیش گذشتگان هم تعلیم گرفتند. خصوصا صدرالدین عینی در همون مدرسه های بخارا تعلیم گرفته است و اون کس تصویر میکنند که این هر یک مدرسه بخارا چنان طالب علمان را تیار میکرد که آنها از علم حدیث و قرآن و دیگر بزرگان که پیش گذشتگان آنها بودند تعلیم آموختند. من وقتی که امروز مدرسه کوکلداش وارد میشید حجره عینی اقامت کرده بود در همان در همانجا را میبینید، آن هم آباد کرده شده است. در آنجا همون پاس خاطری که عینی همونجا طالب علم مدرسه کوکلداش بود نیز آنجا مشاهده کرده میتونید. امروز بخارای باستانی به نظر جوانتر میتابد، زیرا آبیده های قدیمی، بناهای مدرسه ها از نو تعمیر گردیده گذشته و امروز را به هم می پیوندد. گرد و اطراف و درون ارک عالی باز هم شهامتی خاص کشف نموده است. سمرقند صیقل روی زمین است، بخارا قبة الاسلام دین است. البته امروز ما در یکی از آبیده های قدیمی به نام ارک بخارا قرار داریم. ارک بخارا معماری تاریخی است که امروزها به این آبیده مهمانان زیاد از تمام منطقه های دنیا می آیند و این را زیارت می کنند، چون این رونق و رواج مملکت ما را نشان می دهد. البته ارک بخارا ارک تاریخی است که در آن شاهان، امیران می نشستند و حکمرانی می کردند.
арки бухоро аз қадимулайём то ин замон то замони мо омада расидааст ки таърихи кӯҳансолӣ бухороро нишон медиҳад. арки бухоро таърихи 2500 сола дорад. яъне соли 1997 ба муносибати 2500 солагии бухорои шариф арки бухоро тамоми меъмориҳои обидаҳои таърихии бухоро аз нав обод карда шуд. арки бухоро дар давраи убайдуллохон яъне абдуллохони ду аз нав бунёд гардид, бо ғишти пухта гирди он иҳота гардид. арки бухоро имрӯзҳо аз дар тарафи чапи он 12 таҳхона яъне тоқҳо мавҷуд аст. дар тарафи росташ бошад 13 тоқхона мавҷуд аст. дар тарафи чапе ки 12 тоқ яъне хоначаҳо мавҷуд аст. яъне вақте ки арки бухоро медароед як олам илму маърифат мегиред. обидаҳои таърихии онро дида таърихи қадими бухороро гувоҳ мешавед. агар осорхонаи ин арк даромаданӣ бошед, дар он ҷо шумо яке аз намунаҳои беҳтарини заргарӣ, тоқидӯзӣ, бофандагӣ, кулолгарӣ, оҳангарӣ шинос мешавед. ин намунаҳои қадимтарин дар арки бухоро муҷассам аст ва таърихи кӯҳантарини бухороро ҳунармандӣ, зироаткорӣ, дӯзандагӣ ва тамоми ҳунарҳои ҷолиби диққати онро нишон медиҳад ва гувоҳи таърихи кӯҳансоли бухоро аст. ман шодам, хурсандам ки фарзанди Ӯзбекистон ҳастам ва ба ин ҷо омада таҳсил гирифтам, илм карда истодаам ва аз маънавияту илми бухоро ҳамеша баҳравард мегардам. در دیار زیبا و قدیمی عمر به سر بردن خوشبختی است. از این لحاظ هر یک بخارایی در کارهای آبادانی فعالیت دارد. کوچه و خیابانهای این شهر شریف از قدم سیاحان باز هم منور می گردد و شهرت بخارا و بخارایان بالا می رود. امروز من همون با دیدن حجره عینی همچون با تماشای مدرسه هایی که نقش و نگارهای سحر انگیز دارد مردم برای همین می آیند. با این تاریخ و مدرسه های بخارا همه فخر می کنند. اگر از نقطه نظری استاتستیکی یک سرحساب کنید، اگر در بین 3 سال آخر شماره آمدن سیاحان سال از سال بر زیاد گشته است. این هم تاریخ خود بخارا و هم امروز من همون برای آبادانی شهر و ولایت و خود گرد اطراف آن دیهات ها که همون سیاست جاری کرده شده است همون به واسطه جلب میکند. غیر از این در بخارا آسایشتگی، آبادی و بین همدیگر اتفاقی و اهلی برقرار است. من همین چیز به دیدن بخارا دعوت میکند. هم تاریخ، هم موجود بودن مدنیت، صنعت و به واسطه هر یک دستوری که در عمل باید تطبیق کرد همان در عمل بودنشون را حس کرده ایستادن. امروز باز به چهره های مردم نگاه میکنم، مردم خیلی خرسند و سرفراز و از سیاست امروزی که حکومت برده است، از دولت برده است، از آن خیلی خرسند و سرفرازند. و همین خیلی بخارا یک شهری است که برای همه این مردم آغوش خود را میکشاند. با آغوش کشاد همه را استقبال می نماید. من برای همین هم مردم به بخارا می آیند و خیلی گوشه و اطراف است. همون چون منظره های زیبایش همه بیننده را به خود جلب می کند. ای دو چشمت رنگ دریا و لبانت قرمزی، یا عسل یا قند یا شهداب یا دیگر چیزی، زلف زنجیر و خمی ابرو کمان ای دل ستان، میشه خنجر تیری چشمت وای وای قاتل بجان. با خنده مستانه کردی من دیوانه، با خنده مستانه
کردی من دیوانه یک دانه و یک دانه زلفی تو کنم شانه یک دانه و یک دانه زلفی تو کنم شانه با خنده مستانه کردی من دیوانه با خنده مستانه کردی من دیوانه یک دانه و یک دانه زلفی تو کنم شانه یک دانه و یک دانه زلفی تو کنم شانه شیر کلچه بکی میپزی ای یار این کلچه عجب میگزی ای یار شیر کلچه بکی میپزی ای یار این کلچه عجب میگزی ای یار شب باده شده تازه به تازه سویی که بگو میوزی ای یار شب باده شده تازه به تازه سویی که بگو میوزی ای یار نکن نازی بسیاره یک خنده بیزن سوی دل داره ای ناز نکن نازی بسیاره یک خنده بیزن سوی دل داره ای ناز نکن نازی بسیاره یک خنده بیزن سوی دل داره ای ناز نکن نازی بسیاره یک خنده بیزن سوی دل داره پنهان شده میگریزی تا چند دزدیده تو را برم سمرقند ای ناز نکن نازی بسیاره یک خنده بیزن سوی دل داره گنجش که کشیشته در سری بام میفتی به یک بارگی در دام ای ناز نکن نازی بسیاره یک خنده بیزن سوی دل داره در سایه حکی دیوار من منتظر دیار در سایه حکی دیوار من منتظر دیار در خمخمی راهی سای دستک تگیرم میوای در خمخمی راهی سای دستک تگیرم میوای تا صبح صفا بیدار من منتظرت ای یار در سایه حکی دیوار من منتظرت دیار از هجر رخ بیمار من منتظرت یار در سایه حکی دیوار من منتظرت دیار در دیر علمی بسیار من منتظرت ای یار در سایه حکی دیوار من منتظرت تا روز به چشم چار من منتظرت ای یار در سایه حکی دیوار من منتظرت ای یار در سایه حکی دیوار من منتظرت ای یار در سایه حکی دیوار من منتظرت ای یار تسنا دلدار تسنا ای یار تسنا دلدار تسنا یک بار نمیگم صد بار تسنا یک بار نمیگم صد بار تسنا ای یار تسنا دلدار تسنا ای یار تسنا دلدار تسنا یک بار نمیگم صد بار تسنا یک بار نمیگم صد بار تسنا به دامان شما دیده حیران شما خانه پزمان شما جانی من جان شما گل به دامان شما دیده حیران شما خانه پزمان شما جانی من جان شما ای یار تسنا دلدار تسنا ای یار تسنا دلدار تسنا یک بار نمیگم صد بار تسنا یک بار نمیگم صد بار تسنا یلا یلا یارم یلا یلا یارم من دوست تو را دارم یلا یلا یارم دهان غنچه لاله یلا یلا یارم تو چشمانش پیاله یلا یلا یارم تو ابرونی شکشتم یلا یلا یارم دورکاش بگردم یلا یلا یارم یلا یلا یارم یلا یلا یارم یلا یلا یارم یلا یلا یارم